میدونستی 90% مردم دنیا راست دستن و تقریبا فقط حدود 10% چپ دستن؟ و امروز اومدم که بررسی کنم ببینم چپ دست ها توی دنیا چه مشکلاتی دارن و اگه یک نفر بر حسب اتفاق چپ دست بشه چه مسائلی پیش روش. به هر حال توی این ویدیو میخوام ببینم چپ دست ها چجوری توی دنیا زندگی میکنن و یه سوال بزرگتری ممکنه پیش بیاد، چپ دست ها از راست دست ها بهترن؟ و امروز میخوام به مدت 24 ساعت تمام کارهایی که با دست راستم انجام میدادم رو با دست چپم انجام بدم و شما رو به دیدن این چالش یک روزه دعوت میکنم. و چالش از همین الان شروع میشه. سابسکرایب یادتون نره. اول قضیه من به چالش خوردم. ببین دوربین طراحی شده برای دست راست. خب بعد من اگر بخوام تو دست چپم بگیرم این میشه. من بخوام از خودم فیلم بگیرم اینجوریه. دستم شکه. از اینجوری میشه. اینجوری میشه. یکم هم سخته ولی خب میشه. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ دستم میشکنه اینجوری. آقا فکر کنم همین اول ماجرا داریم فیل میشیم. یه راه دیگه براش پیدا میکنیم. یه راه پیدا کردم. اگر نگاه کنی الان میبینین که راهی که براش پیدا کردم اینه. یعنی من 3 پایه برای دوربینم گذاشتم. خب فکر میکنم بعد دیگه از اینجا بعد اینجوری بریم که چیز باشه. یا هم که دوربین ثابت بذارم. نمیدونم کدوم یکی از دوربینا رو نگاه کنم. بزن بریم ببینیم در زندگی روزمره‌مون چقدر دیگه اینجوری چالش خواهیم داشت. برای اینکه بخوام روزمو شروع کنم اولین کاری که میکنم قهوه است. پس میریم با این چرا دست چیز بود. پس میریم قهوه‌مون رو بزنیم. حالا ولی بعد بیام تو دست راستم دیگه چون قراره از دست چپ استفاده کنیم. ببخشید دیگه من اینجا همه تصویرها تاریکه. اینجا تمش تاریک شد. تمش سیاه. به سخت‌ترین قسمتش میخوام برسم، اینکه اینو پر کنم. قهوه‌مو تا حالا این کارو با دست چپ انجام ندادم. میلرزه. خب قاشق اولشو خوب رفت. اسکوپ اول. هم از این قرتیبازی‌ها داریم که اینجوری میچرخه این قهوه رو. حالا یه کمی لبه‌هاش ریختر کار نداریم ولی خب اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم روش. البته ببخشید با دست چپ. و این فیلترش میگردم نه از این رو میچرخه. و ترمالایی که از کنار قهوه میزنه ببین منو میکشن بچه‌ها اینا اینجوری. من قهوه رو دارم اسراف میکنم. الاسراف من لیمان. خب من برم دور اینو تمیز کنم. بیان زدم بیام. خب این الان آماده است. ببخشید با دست چپ نمیشه دیگه، سخته. این الان آماده است. حالا باید جا بزنیم. داداش یه دسته لازم نیست، 2 دسته میتونم برم بعد اینو جا بزنم. با دست چپم نمیخوره، جا نمیخوره. جا خورد. یس. بله تموم شد. قهوه رو ریخت. ساخت قهوه کار سختی نبود. میشد با دست چپ انجام داد. فقط یک کمی سر این قاشق اسکوپ ریختناش یکم بعد دقت کنید. میشین کامپلیشت. قضیه تازه از اینجا جالب شد چون دیگه وقت کار بود. ولی وقتی نشستم تازه فهمیدم که ددم وای موس من طراحی شده بود برای دست راست. این یعنی بعد گاوم زاییده بود. ولی خوشبختانه یکی از همکارام چپ دست بود و با سیستم خوب کار میکرد. پس باید میرفتم پیشش رو بررسی میکردم که چطور با دست چپ میشه کار کرد. البته ناگفته نموند موسش معمولی بود و کارش راحت تر. و خب موس منم دیده بودین دیگه. چاره ای نداشتم. باید با همون وضعیت کار میکردم و تصمیم گرفته بودم که اون روز یه پروژه رو تموم کنم. کار کردم با سیستم سخته. یعنی من اصلا نمیتونستم این کنترل داشته باشم همونجوری که
دیدین کنترل داشتن رو سیستم خیلی کار سختی بود. پدرم در اومد تا چیز. من اول قضیه فکر کردم میتونم یه پروژه رو هندل کنم. بعد از اون پروژه اومدم گفتم ولش کن یه سکانس هندل کنم، ولی خب هنوز نشده. ولی میدونم که با تمرین خیلی بهتر بشه. بس بیام جلو اینجوری ظاهر از کنم. حالا وقت تاریک شدم نه؟ حالا وقت وضعیت بازی اسفناک، یعنی 100 رحمت به کار. کلا انگشتا هر کدوم هر کار که دلشون میخواست میکردن، تحت فرمان من نبودن. حالا این وسط هم کلیک موس هی میخورد روش، سرعت موس هم عوض میشد و وضعیت اصلا خوب پیش نرم. بازی رو اصلا نمیشه بازی کرد، یعنی اصلا هرچی بگم اصلا بازم کمه، یعنی این هرست فقط در میاد. تکست دادن که اصلا ایزی با دست چپ کار سختی نیست، راحت میشه انجامش داد و اصلا تو رده‌ای قرار نمیگیره که من بخوام بهش امتیاز بدم. ایزی بابا ایزی. از اونجا که من گفتم توی کارهای روزمره قرار با دست چپ توی یه روز کار کنم، الان یه زنگی به هم زدن گفتم باید یه وسیله رو بردارم برم یه جای دیگه و من قرار دست چپم رو دوباره امتحان کنم. توی این یه کار بهش ایمان دارم. و خب رانندگی هم باید با دست چپ انجام بشه. ببین گفتم دست چپ، ولی قرار نیستش که یک دسته کار کنم که. پس رانندگی تو دست چپ فکر نمی‌کنم کار سختی باشه، چون معمولا فرمونم با دست چپ میگیریم. فرمونمون که سمت چپه، اینم دست چپه. یه دنده است که یه دسته قرار نیست رانندگی کنیم. ایزی. یادم رفت فقط یه کمربنده که با دست چپ می‌بندیمش. با دست راست داداش دو دسته است دیگه، با یه دست که قرار نیست کاری بکنم. حمل لوازم با دست چپ کار سختی نیست. من معمولا عادت دارم که وسیله رو با دست چپم جابجا کنم، یعنی بار رو معمولا میذارم رو دست چپم، برای همین سخت نیست. خب این صدای بوقو شنیدین؟ بفرمایید. این آقا کلا باعث شد که من یادم بره در مورد چی میخواستم صحبت کنم، ولی الان باری که دست منه یه چیز حدود 8 کیلو وزنشه. بریم ادامه چالش. این آقا اسمش امیره. سلام امیر. چپ دسته و رفیق 40 ساله منه. چطوری 40 ساله با هم دوستیم در حالی که خودمون هنوز 40 سالمون نشده؟ جوابش ساده است. ببینید این امیره که تو موزه، اینم منم تو موزه. بابا هامون با هم دیگه دوست میشن. خب ما هم تو موز بودیم و بابا ها موز رو میخورن و بقیه‌اش هم مشخصه دیگه. من و امیر با هم حرف زیاد زدیم و گفتیم یه مسابقه با هم بدیم که من با دست چپ بنویسم و اون با دست راست، تا ببینیم کی خوشخط‌تر و سریع‌تر می‌نویسه. ولی من یه اشتباه ریزی کردم. آکه اصلا با این ننویسی؟ داداش من چرا چپه شد؟ نگاه این من چرا بذار یه بار دیگه من بنویسم. می‌خوای ننویسی؟ نه بذار این دفعه تمرکز کنم با دست چپ. بیا بنویس. این نوشته امیره، این نوشته منه. تو دو تا نوشته با دو رنگ. خب دیگه وقتشه با امیر خداحافظی کنیم. بای امیر. نوبتی هم باشه نوبت تست دست راست و دست چپه، ببینیم کدوم میگه. دست راست نمیاد. حالا دست چپ ببینیم کدوم میگه. نه اینم نمیاد. حالا اگه بخوام دو دست برم که اصلا میتونم؟ نه دو دسته میتونم. نکن انتظار داریم مثلا با دست راست خودم بشورم ها؟ کدومی که تو با دست راست این کار میکنی؟ نه داشت ما با دست چپ میشونیم. آشپزی. و من خب آشپز خیلی خوبی نیستم، یعنی فقط املت بلدم.
و پلو مرغ. امشب برای اینکه بخوایم غذا بخوریم و باید سبک بخوریم فقط املت رو درست میکنم. بریم سراغش. خب اولین چیزی که برای املت میخوایم پیاز. وسط جنگل های آمازون میریم دنبال پیازامون کو سیب زمینیه. بله پیاز داریم. نور من نگاه، این نور تو خونمه، چراغ مطالعه الان روشن شده. میریم که پیازمون رو پوست بکنیم. با این دست تا حالا با دست چپ پوست نکنده بودم. با این دست پیازمون بریم برای خورد کردنش. آی چشام سوخت. چشام باز نمیشه. آی ماهی تابه. هنوزم با دست چپیم و این روغن. سلام علیکم. ظاهرا روغنمون داغ شده. الان باید پیازو بریزیم. خانمای خونه‌دار عزیز، تا زمانی که ما داره پیازمون به صورت طلایی میشه بینیم سر وقت گوجه ها. خب گوجه، من وقتی بخوام املت درست کنم گوجه رو رنده میکنم. پس چیزی که لازم دارم رنده. عملیات رنده رو باید با دست چپ انجام بدم. این دست چپ من ها. خب این گوجه تمام شد دیگه. این پوستش چیزی ازش نمونده. این میندازیم دور. الان یه چیز 20 دقیقه نیم ساعت شد. این چند تا گوجه رو من رنده کردم. بذار دست چپ. این نتیجه شد. خب خانمای خونه‌دار از دلم، الان پیازمون نرم شده، یکم مایل به طلایی شده. حالا باید گوجه رو بهش اضافه کنیم، اونم با دست چپ. خب از اینجا چون دیگه دستم نمیرسه میام اون بر هم میزنم. گوجه هامون کم اومد. بعد یه چیزی مثلا نمیدونستم ما تو خونمون مخلوط کن داشتیم. یه ساعت داشتم رنده میکردم. الان وقتشه که چیزای دیگر رو درش اضافه کنیم. میریم سراغ قاشق رب گوجه. اینقدر من غذام خوشمزه است. نمک، کچاپ، پاپریکا، سیر. ایزی. میریم سراغ سخت‌ترین قسمتش، تخم مرغ. یکی دوتا، یکی دیگه هم سه تا. تخم مرغو اولیشو میخوام اینجوری بشکنم. اگر اینجوری بشه بقیه‌اش هم همینجوری میریم. یه بیبی دستام مثل خرچنگ شد. میریم برای پارت آخرش که بعد این فلفل رو خورد کنم اون تو. میخوام تیزی این چاقو رو نشونتون بده. فقط ببینین این چاقوه چقدر تیزه که من میخوام کاغذ رو باهاش ببرم. بریدش. اوف که چه دیزاین فلفلی کردم. به به. بریم وقت خوردن. املت درست کردم برای من معمولا مثلا بین نیم ساعت تا 45 دقیقه طول میکشه. این یک ساعت و 20 دقیقه تقریبا طول کشید. یعنی یه مقدار بیشتر از اون چیزی رو که فکر میکردم ولی شد. خب مسواک زدنم کار سختی نبود. فقط هر از گاهی دستم در میرفت میخورد ته دهنم. وگرنه اوکی بود. خب در نهایت اینا امتیازاییه که من توی کارهایی که انجام دادم بهشون دادم و روی سختی و ترتمیز بودن کاره بهش امتیاز دادم. میتونی یه پاز بزنیم ببینیم. و اگه بخوام به این سوال جواب بدم که آیا با دست چپ میشه زندگی کرد و یا مثلا نجات دادن باشه، جوابش بله میشه. و سوال بعدی این بود که آیا چپ دستا از راست دستا باهوش‌ترن؟ جواب این یکی رو منم هنوز نمیدونم و فکر میکنم که باید بیشتر در موردش تحقیق کرد. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین و تا ویدیو بعدی خدافظ.